زی تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان شبکه تبریکاتی شهنام. من امروز ما در دهه آهلیک بالا در یکی از آن باغ‌های استراحتی جعفر بابا حاضر هستیم برای تبریک کردن رجبیانه که امروز 83مین میلاد امور را جشن گرفته ایستادند. امروز ما در آن سلاله که نامشان در زرورقان تاریخ با حرفای زرین ورد زبان شده است در خانواده جمالوف امروز مهمان هستیم. البته مادر خاندان، فرشته خاندان را، آنجان چندین نبیره و ابیره ها را، دعاگوی این خاندان را تبریک میکنیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما عزیزان با هم میبینیم. با ما در طریق آینه نیروگین مهمان این خانواده میشیم. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، زنبانوان، پدران مهربان. من امروز در این خاندان پرشکوه، در این یکی از باغ‌های بهترین جعفر بابا، یک روز خرسندی خوشبختی. امروز مادر مهربان، مادر عزیز و غمخوار، البته رجبیانه جشن زادروز دارند. رجبیانه زادروز مبارک، روز خرسندی را مبارکباد میگوییم. امروز نو چند ساله شدیم خاله جان؟ هر بار میپرسیم 18 ساله. حالی 18 ساله ها؟ خودشان پرسیم اسم نکردی من دختران اینجا تیار بگذار انالخیل جوانی با صحت سلامتی با چشم نرسد، همیشه مانند امروز ساق و سلامت سایبان شده سر فرزندان و دعاگوی شده گردید. شما که مشک انبر خاندان هستید، شما که گل ثبت خاندان هستید، برای شما چقدر سخنها گوییم کم است. البته امروز روزی خرسندی است. در روزی خرسندی خوشبختی سخنهای تبریکاتی کردن می ارزد. امروز شما تبریک میکنیم از مسافرت، از راهی دور، از نام دامادتان محمد جانمک، از نام نبیره ها شیراز جانکه، بابا جان، از نام منصور جان، از نام لایق پاچا، من چرکه، شادان، سنجر، تمامی فرزندها، جعفر امک، ناصر امک، من در اینجا دختران نازنین گفتن که خاندان ما فرشته شان، خاندان ما دعاگویشان. ما فخر میکنیم که این خیلی مادر مهربان داریم. ما را از هیچ کس کم نکرده، با یک علم و معرفت هر یکی ما را خواندن، صاحبی معلومات عالی گردانیدن. رحمت تا دنیا باشد هیچ وقت درد و غم و خستگی را نبینند. و البته خودشان هیچ خیلی که گلی سبد خاندان هستند. اگر مهمانان یک خرسک زنیم، یک دستگلی زیبا رو میسپاریم. مرحبا، مبارک باشد. امروز زادروز را مبارکباد میگوییم. رجبیانه امروز برای شما اگر اجازه فرمایید از نام تمام نبیره ها، از نام ابیره های شیرین که شما امروز از همه خوشبخت‌ترین هستید. خوشبختی در آن است که صاحبی چندین فرزندهای صالح، نبیره های نامدار، ابیره های شیرین بگذار دوام آنها زیاده باشد و همیشه در سر گوهرهای آنها الله‌های ناز را خواندن نصیب کند. امروز از نام فرزندان عزیز برای شما میگوییم تو هستی در شبی تاری دلم مهتاب مادر جان، نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم، ولی بی تو دلی سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلقی روی دنیا من، زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان. دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم، شود با هر دعا یک شعری من جذاب مادر جان. شدی 80 ساله تا به 80 دیگر ای کاش نبینم هیچ گاه من تو را ناتاب مادر جان. امروز روزی خرسندی است. خیلی که تا در آمد وردی زبان کردیم در اولاد کلان جمالوف که در زرورقان تاریخ با یک حرفای زرین این اولاد این سلاله نام خود را گذاشتند. خیلی که یک انسان‌های با معرفت، مدنیت دوست، در دهه عزیز زمان یک انسانی خاکسارترین خدا رحمت کند صاحب همین خانواده را. البته عمری دوامش را بهر شما خواهانیم همیشه در سری فرزندها سایبان شده گردید.
برای شما، برای بیبی جان عزیز خاندان که کهنسال خاندان هستند، گفتند که خدا خواهد اگر نصیب باشد به زیارت کعبة الله می‌فرستانیم. برایشان در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. اگر باید خرچک زنیم، اگر میسپاریم، مرحمت. مبارک باشد. زادروز را مبارکباد میگیم. بار دیگر امروز روز خرسندی مبارک باشد. البته امروز بزم زیباست. در روز خرسندی، در روز خوشبختی ما نیت کرده شیرینی را آوردگی. پیش از شیرینی را تارت‌ها را بریدم. من در اینجا فرزندها، نبیره، ابیره های شیرین تیار هستند. رجبیانه راستش میگیم. همه این ابیره ها نامشون استاتون می‌نیمی. الهی امخیر اخاطراتون برآمده سالشون زیاد شدن گیره. هم که روزی زادروزشان شد، من این خیل خاندانتون باغچه بچگانه شود. نبیره و ابیره و چبیره ها را دیده گشته. در سر گوهره های آنها الله های ناز را خواندن نصیب کند. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. میبین امروزه فرزندان بهر مادر عزیزشان. حاضر جمال و جانم و نزدیکتر هر بار که در روز خرسندی خانواده مهمان شویم مگر دعاگوی فرشته دیهه عزیزمان را یک تشریک تبریک میکنیم. مرحبا. ایا مادر لبت پرخنده باشد، گلی روی ابروهایی پاورده باشد. برای زحمت‌هایی که بر ما کشیدی به پای سر می‌نهم، بر پای سر می‌نهم، آزرده باشد. السلام علیکم مهمانان عزیز، خواهران برادران عزیز، جیانک‌ها. من از سبب چیزی جمشبی ما این زادروزی مادرم می باشد. مادر من یکی از زنهای خوشبخت‌ترین، یک زن عجیب و نجیب است که با خاکساری و مهمان دوستیشان در همه ایمان درس شدگی‌اند. من درس حیات را اولین بار استادی عزیزم مادرم را می‌دانم. مادرم مبارک زادروز از مادرم، نبیند غم وجود از مادرم. تنت بیدر باشد و خوابی که من گویم درود از مادر جا. من در این روز گذشتگان را به یاد آوردن، خاطررسان کردن. این برای ما هم فرض هم فرض می باشد. صد افسوس که امروز پدر من در حیات نیستم. پدرم با مادرم 50 سال زندگی کرده. در این روزی طولانی صاحبی 5 نفر فرزند شده، حالا 15 نفر می‌بره، 32 نفر ایوره داشته. من مادرم را یکی از مادران خوشبخت حساب می‌کنم. فرزندی همیشه انسان شده که من خوشبخت هستم. سری تعظیم به شما می‌برم جانم. دائما در سر ما پاک و سلامت باشه. چه آرزو چی نیت داره الهی به مقصد تو رسه. داروی فرزندان شده کرده. من هم خیلی زن هستیم که در شب و روز در فکر فرزندان می‌گردم. یک روز تلفن نکردم و نمی‌چم دیگر می‌پرسم و خبرگیر است که درباره این مادرها چه سخن بگویم کم است. یک شبه آن زحمتی که کشید این مادر با دو جهانش نتوانی برکشید. من در اینجا من شخصا از نام خودم، از نام درهای دور بدگی ها جیانهایم، نظیره، زرینه، زلیخا، ینگبلان، کلمون در رهی درستیم، نظیری، جمال و اینا هم باشم با ما التماس کردن که شخصا از نوع مانم تبریک کده گذارید دختر. حالا من در اینجا نیورها برای مادر عزیزم یک چند شعرها و موضوع تشکیل کرده گیم. اگر رخصت میدادید هر یکی اینا شعرهاشون رو میخوندم. البته تشکر میگیم. کنین ابیره ها یا ابیره ها می؟ ابیره ها مرحبا. گویم السلام بر شما، صحت باشد الها، زادروز مبارک بر شما، آمکوانی ما شما. بیه کنیم یک وقت تبناک ارتگا بویدانم چکان. مادرم جان و دل به تو جهان را چاکن، همه ملل
لیلا نکلم سر بدره جان مهربانه دائم bizimle öylesin. Akın oğlum kızım da başımızın sulasın. Bu can sizge meyba rahmet etkin keladı. Kabırsangi yanında tazım kılın keladı. مادتا خرخک زمین کنی که گوش کسی کنی ابیره ها برای تو تیار شدنه از لیلا بیو کنی شاه جمال مرحبا رستی کتی اونا جانشون رو تبریک میکنم Ağacı kadofta kalemimizi çok canı gadof niye kızacak ve besteyi servis de ilofka ve cezene boğazı kadofka. مرحبا لیلا مرحبا از نامی نبیره کلین ها کلینی کلانی مرحبا مرحبا مادر شما تبریک میکنین انومی خودشانه مرحبا اینقدر باشد عزیز و معتبر مادر بدر در عزیزی هر یک شیرین‌تر است. السلام علیکم میمونان فرزندای مهربان مادرکای مهربان من از این فرصت استفاده برده بیملام و این روزی تولدشون تبریک و تهنیت‌ها میکنم. میخواهم بیملام همه وقت از سر ماهان همیشه تاج شده گردن سرپوش دیگی ماهان شده همه وقت ماهان و با تربیه خودشون گفته گردن. میمونه که هم یکی شما وقتکاتون رو درک ندیده شما هم باید خوش آمده رحمتی کلان باز انامی اوسونم که حاضر در رای دور هستن از انامی اوسونم هم تبریک میکنم. اوسونم اونجا هم تو درماشون خورده شدن که بیملام هم یکملا البته انامی من تبریک کنید بیملام هم همه وقت ساق سلامت دولتکای پیری بیدردی بیغمی بینم. خوش آمده. هزار رحمت البته امروز روزی خورسندی است از نامی نبیره ها پروین آیتی تبریک میکنم مرحبا شما کعبه مایان شما حرف قرآن شما عزت مایان آنا جان صحت باشه حرف ایمان مایان هم حج و هم مکه آنا جانم صحت باشه همه وقت 100 ساله باشه هم مامون سرام به ساق کرده سلام علیکم اونجا سب بدرای انومی دادم انومی تو کام انومی شنسکم تبریک میکنم انومی نصف بیانگم نام برانوی دو سب بدرای البته امروز روزی خورسندی است در روزی خورسندی معلمه اشک شادی هر روز هست اشک شادی باشد حاضر ما نیت کرده شیرینی را گفتیم فرزندان را تکلیف میکنیم به نزد آنجانی عزیزمان همین پیششان با بریم به ذات نکرده ناراحت نکنیم پیششان با یکتا ساز کنیم و شیرینی السلام علیکم خیشتارها نوارهای رجبی همه کتون خوش آمده نورکی دیده پاجک سر الهیم رجبی نورکای درستیه حکای فرستیه حضور حلاوت فرزنده کاشونه بینن حضور حلاوت نواره کاشونه بینن الهیم 100 ساله شوند بیدر شوند بیغم شوند الهیم و همه عمری درست نیست همسایی یکم با همه کتون سال باشه سلامت باشه سند انمی آنا اپنان درتونه 82 با اینم دیداره این دوگونی من حالی مول عمر میبینم خدا خواهد تا 120 ساله میشم هم نیاکاتون خوش آمده رحمت هزار رحمت میگیم مبارک باشد دوگانه های قلین البته Happy birthday to you Happy birthday
باشد. یک تا شمس رو کنیم کنیم خانه جان یک تا شمس رو کنیم کنیم مبارک باشد. جعفر آمد یک تا شیرینی خوریم بید. ناصر جان آمد مرحبا یک تا شیرینی از دستی مادر مرحبا. کنیم ارزنده هم ما یک جای نزدیکتر نیستیم. مبارک باشد. خدای بینید آقا مرحمت شما هم تکلیف کسی نکتا شیرینی برم تبید دانه شما خواهر بچه مادر حاضر دو آقوی اولاد و سلاله هستند مرحمت مبارک باشد. مبارک باشد. خدای بردی من همینجا استید دور نرفته همینجا استید حاضر منه دعونا شیرین کردیم شعرهای شیر و شکر میشنیم اکو برای خواهرتا مرحمت. رحمت هزار رحمت. مهمانان عزیز سالی گذشته در این خاندان توی بود یک بزم زیبا یک روز خرسندی یک شام نکو را برگزار کرده بودیم که توی شادان جان برگزار شده بود. خدا کند که مانند همین آنجان عزیزمان یک عائله خوشبخت‌ترین را برپا کنند و در امروزه یکمین سال تویشان تبریک میکنیم آنها را. هر سال خاندانشان با آوازی گیره کودک برآید. شادان جان بزرگ گرفتن خودشان و کودکان دوامچین سلاله این اولاد کلان حاضر میرویم از نام دامادها سخنهای تبریکاتی رو در خاندان مادر عزیزمان روزی تولدشان را پیش بزرگ رسیده. از این صورت من هم پایده بودم مادر عزیزم را با روزی تولد تبریک مبارکباد نموده بایرام عمری دراز و سلامتی بردوام میخواهم. میخواهم که در آینده در سلیمان همه صحت سلامت باشند و هر سال هم که روی تولدشان رو پیش گرفته با نبیره ها با عبیره ها فرزند ها پیش نیاز کنیم. وظیفتان رحمت سلامت باشند مبارک باشد. ناصر جان آمد گرفتنه حاضر میداریم نصیب. البته رقصش که تیه دوام است سرودهای رقصی میمانیم. البته بانوان 18 ساله را رجبیانه مهیانه را به صحنه تکلیف میکنیم. یک جای خشرقه لحظگی به میلان بدم خشرق هم میرقصیم. بزم زیبا را با درجه علا میگذارانیم. مرحمت سرودهای شوق را برای شما میمانیم خرسندی میکنیم. من امروز در ازدن آنجانم بوده. آنجان تبریک میکنم صد و روی بختای محمد صاحب سلامت کرده چه آرزو نیت داشته چه نیتاتون برسه الهی عمراتون دراز شود. تبریک میکنم صد و روی رحمت مرحمت سرودهای شوق برای شما یا نبیره و نبیره کلین و ابیره ها همه میرقصیم. کلینی کلانی هم تکلیف میکنیم. مرحمت رفتیم چشمم تو شده درد و دوای
شبهای ما اومدی تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم توی من دنیای من دلبر من آب خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیار توی من دنیای من دلبر من آب خوشگل شبهای من بله بله دوباره باشه عاشقی روی من بستهی روی من گوشهی روی من بیزی ما عاشقی روی من بستهی روی من گشتهی روی من سبیزی
Kuya
من بیننده های عزیز، امروز در باغ جعفر بابا مادر مهربان خاندان، فرشته خاندان را امروز رجبیانه را با جشن 82 سالگیشان تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما با هم دیدیم. با یک کیفیت اعلی، با یک چهره کشاد ما را پیشواز گرفتند و البته امروز خیلی که از نام نبیره ها، از نام تمام ابیره و فرزندان تبریک کرده آن لحظه های خرسندی را همراه شما پیشکش کردیم. رحمت میگویم برای مهمانداری. تشکر. سلامت باشند. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمانی جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان، بر جسم و جانم پروا نکردی، از جبر دنیا دوا نکردی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. با سرنوازی پرورد ما را، بحر جهان آرازی ما را، بی تو جهانم معنا ندارد، عمر جوانم موا ندارد، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم، شیرین زبانم مادرم، ای مهربانم مادرم. ما قربان سر و پای
میشم مادر من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادر من. ما قربان سر و پایی تو میشم مادر من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادر من. اگر یک روزی من پیغام نداری، تو شب آرام نداری. اگر یک روزی من پیغام نداری، تو شب آرام نداری. سببی فکر و صدای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. ما قربان